بذارید جان خوبه؟ خب قد ستون فقرات یه 10 شماره نمیخوام بشمارم و فقط میخوام قد ستون فقرات بلند میکنید، میرین صندلی. من الان میخوام که با پای چپ باشه، پای دستم رو میزنم روی پای راست، هواپیما میشه پای چپ. پای چپم میذارم زمین، پای راستم روی یه خم عقب. همون رو تبدیلش میکنم خم به جلو، سر رو میبرم داخل. پای که الان جلوه میرم اینجا 10 تا شمارش رو به بالا داره، برای 10می میره پهلو. وقتی رفت پهلو قد ستون فقراتم رو دوباره بلند، آهسته آروم میره پایین و دوباره برمیگرد. 10 تا شمارش که اینجا داره برمیگرده پایین. پای راستم رو میبرم پشت و من میرم دالا یا سگ سرپایی. اگر توان این رو دارم به پاشنه پام برسه زمین که بسیار عالی، در غیر این صورت نوکم گوش بدم. بدون اینکه دست و پام رو تکون بدم میرم تو حالت پلانگ یا دلفین، پشتم رو صاف میکنم، شکم رو میدم تو رحم مستانه رو پای راست رو میبرم تو و بعد حمله کننش میکنم میره بالا، میره داخل و هم میره بالا. 10 شماره این که تموم شد پامو میذارم زمین و از همینجا میرم کبرا. یه پام رو میکشم قد ستون فقرات بلند، نگاهم سقفه یا روبرو. از اینجا میخوام برم کروکودیل. وقتی میخوام برم کروکودیل آرنجامو میشکنم، سینه‌مو میبرم وسط 2 تا دستا، بعد نگاهم میشه یک نقطه روبرو. از همینجا میخوام برم سجده، آهسته آرام لگنم رو برم پاشنه پام و تا جایی که جا میگه دستامو از جلو بکشم.